خب سوال دیگر. السلام علیکم دامولای شیرین سخن. آیا پیشاب کردن در حمام ها در حالت غسل درست است؟ نه برادر عزیز، درست نیست. پیشاب کردن در حمام ها، این حمام های چی؟ حمام های اینجا باشن یا حمام هایی که در وطن خودمون هستن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نهی کرده هستند. بعد گفتن معنی داشتن، یعنی پیشاب کردن در حالت غسل باشه. اگر این حمام های ایجار شما در نظر داشته باشی، حمام های اینها اکثرش یعنی حاجت خانه و حمام یک جایه هست، بعضیش هست که علاحده و جدا هستند. اگر علاحده و جدا هم باشن چی خوبتر و بهتر میشه که خدا به دست گیره، بعد از غسل کردن تو رفته پیشاب کنه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که این حدیث امام ترمذی و نسائی و ابو داود روایت کردن از حضرت عبدالله ابن عمر بوده، روایت کردن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نهی کردن، یعنی بعد گفتن معنی داشتن از پیشاب کردن در حمام ها، در حالت غسل کردن پیشاب کردن در حمام معنی داشتن. حتی در روایت دیگه جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که لا یبولن احدکم فی مستحمه فإن عامة الوسواس منه. گفتن در حمام ها پیشاب نکنه. جناب پیغمبر گفتن در حمام ها پیشاب نکنه که بسیاری کسل های وسواس، کسل هایی که مردم ما کسل وسوسه میشوند، جناب پیغمبر گفتن که از همین پیشاب کردن در حمام ها پیدا میشود. یعنی اکثر مردم ها میان از ما از کسل های وسواس شکایت میکنن که این هم یک دردی خیلی تبابت ناشونده است. بعض انسان به زن طلاق میگیره، فکر میکنه که زنش طلاق کرده است. بعض انسان به طهارت کردن میگیره، بعض انسان به بد دیدن همسرش یا یک نفر میگیره. جناب پیغمبر نهی کردن، گفتن از پیشاب کردن در همین یعنی حمام ها خودداری کنه که بسیاری کسل های وسواس از همین پیشاب کردن حمام ها پیدا میشه.